بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز ارجمند، تغییر دادن خود به سوی حالت نیک این از فرموده های قرآن عظیم شأن است. و اگر ما خواهیم محیطمان و وضعیتمان دیگر شود، بهبود شود، میباید سر اول خود را بهنماییم، حالت خود را باید تغییر دهیم. خداوند عزوجل در سوره رعد آیه 11 میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی شرط تغییر یافتن محیط انسان، شرط تغییر یافتن وضعیت او این است که خود را تغییر دهد اولا. پس محور اساسی خود انسان است و محور اساسی در وجود انسان قلب انسان است. پس شخصی که میخواد وضعیتش، زندگیش، شرایطش تغییر یابد باید به خود نگرد، انیقترش باید به قلب خود نگرد. چون که قلب تغییر یافت، شخص خودش تغییر می‌یابد، سلوک و رفتار او تغییر می‌یابد، اندیشه و نگاه او تغییر می‌یابد و با تغییر یافتن این چیزها شرایط او، محیط او، وضعیت روزگار او تغییر می‌یابد. اگر پرسیده شود که کدام سمت‌ها را مشخص‌تر باید برای تغییر دادن شخص تعیین کند و روی آن سمت‌ها کار کند، می‌توان 4 سمت را پیشکش کرد. اول سمت قلب یا به تعبیر دیگر روح. انسان میباید قلب خود را اولا تغییر دهد. تغییر قلب که تغییر روح البته با هم پیوست است. این اساس موفقیت، اساس بهبود شدن حالت انسان است. همه نیکی ها از نیکی قلب است. همه صفا و همه بها و همه جمال زندگی از جمال روح و از صفای روح منشأ میگیرد. و تغییر دادن قلب یا تزکیه آن وسیله های معینی دارد در شریعت، از پایبندی به نمازهای 5 گانه، اگر با جماعت باشد بهتر، پایبندی در مسجد نشستن و به ذکر و تلاوت مشغول شدن، به زیارت قبرستان رفتن، عیادت بیماران نمودن. این چنین سنت های شبانه روزی که در شریعت پیامبر صلی الله علیه و اجرا می‌کردند آن را ادا کردن. مثلا ذکرهای شام و سحر را به زبان آوردن. این چنین دیگر عبادت هایی که در شریعت معروف است، مقرر است، مثلا نماز شب خواندن حداقل 2 رکعت، یا روزه های دوشنبه پنجشنبه گرفتن، ختم قرآن داشتن. این وسیله های تقویت ایمان، وسیله های تزکیه قلب است و وسیله های صفا بخشیدن بر قلب است. وقتی انسان در این سمت زندگی خود یا در این سمت تغییر از این سمت های 4 گانه موفق می شود، سمت های دیگر برایش آسان است. سمت دیگری که انسان می باید به آن ترکیز کند، دقت کند، این جسمی و جسدی است. یعنی لیاقت بدنی. به عبارت دیگر انسان می باید لیاقت بدنی خود را حفظ نماید، چون که جسد این مرکب روح است. روح باید سیر کند، به خالقش رسد، به درجه های بلند نائل گردد. اما مرکبی که در آن مرکب سوار است و به آن منزل ها و آن مقام ها رفته میرسد، آن مرکب جسد است. میباید انسان به جسم خود دقت کافی داشته باشد. در حدیث آمده که این لبدنک علیک حقا، بدن انسان بالای انسان حق دارد، باید حق بدن را ادا کرد. از حد زیاد گرسنگی، تشنگی یا از حد زیاد پرخوری، نه فقط حق بدن این است که این رو سیر نمایی، یا نه فقط ضایع نمودن حق بدن این است که جسم را گرسنه انسان نگه دارد. نه، برعکس از حد زیاد سیر نمودن، پر کردنی بطن با خوردنی نوشیدنی نیست، ضایع نمودنی حق بدن است. این چنین به ورزش های علل اقل سبک مشغول شدن و این چنین یعنی سلامتی را نگه داشتن که این چیزی نافله و اختیاری نیست، بلکه از ضرورات شریعت است، از واجبات انسان است تا این امانت را که جسم نام دارد خوب حفظ نماید، نگه دارد. و چون جسم در حالت عافیت و تندرستی باشد، انسان میتواند عبادت های خالقش را به طور شایسته انجام دهد. اما اینکه بیمار می شود نمیتواند آنگونه که باید عبادت کند این عبادت ها را اجرا کند. سمت سوم که انسان میباید آن را تغییر دهد یا بکوشد که دائم بالای آن کار کند، عقل انسان است. انسان میباید عقل خود را رشد دهد. عقل خدا دادگی که خداوند به هر بنده ها میدهد، آن را به خواندن، به گوش انداختن به عالمان، به عاقلان، به کسب نمودن تجربه
از روزگار میباید انسان عقلش را رشد دهد. مهمترین غذای عقل این خواندن کتاب است. نباید شخصی که میخواهد خود را تغییر دهد وضعیت شرایط خود را دگرگون سازد کافی نیست. نباید به صفحه های اینترنتی و شنیدن و خواندن از فقط وسایل تواصل اکتفا نماید، بلکه کتاب باید خواند. کتاب یگانه غذای اساسی عقل است. کتاب های مفید، البته کتاب های درست در اختیار کتاب ها نیز میباید با مشورت کاردانان، با مشورت دانشمندان قدم نهد و کتاب های مفید که غذای عقل است انتخاب کرده عقل خود را تغییر دهد. سمت چهارم در سمت های تغییر، این تغییر در مناسبت های جمعیتی است. شخص موفق میباید با لیاقت روحی و قلبی، با لیاقت عقلی، با لیاقت جسدی ظاهری، اینچنین لیاقت اجتماعی داشته باشد. لیاقتمندی اجتماعی یعنی در مناسبت های جمعیتی باید شخص موفق باشد. در عائله، در دایره خویش و تباران، در دایره یار و دوستان، در دایره همکاران باید در جامعه تواند با دیگران مناسبتی درست، مناسبتی سازنده، مناسبتی با احترام برپا نماید. این چهار سمت را اگر شخص مشخص نموده، برای خود برنامه ساخته، بالای این سمت ها بدون انقطاع کنده نشده کار کند، البته که این کفالت بر این است که وضعیت روحی، قلبی، وضعیت جسمانی، وضعیت جمعیتی او تغییر می‌یابد و از یک شخصی در کناره، در زاویه قرار گرفته که به هیچ کسی تأثیر ندارد میتواند به یک شخص موفق، به یک شخص تأثیر رسان تبدیل یابد. در حفظ و امان خداوند باشید.